شاید تا به حال خیلی عبارت دیاکتیو کردن اکانت اینستاگرام رو شنیده باشی، اما نمیدونی چجوری. امروز داخل این ویدیو به این موضوع میپردازم. اگه از این ویدیو خوشت میاد حتما چنل سابسکرایب کن، لایک رو بکوب و اگه سوالی هم ازم داشتی داخل کامنت ها ازم بپرس. بدون حرف اضافه و اتلاف وقت میرم سراغ اصل موضوع. اصلا دیاکتیو کردن چنل اینستاگرام چی هستش؟ شاید خیلی از شما بدونن، اما برای کسی که نمیدونن یه بار دیگه توضیح میدم. وقتی شما پیج اینستاگرامتون رو دیاکتیو میکنید، اون رو از دسته عموم خارج میکنید و کسی نمیتونه پیج شما رو ببینه. البته این کار داخل چند ساعت انجام میشه. منظورم از این چیه که داخل چند ساعت انجام میشه؟ با این کار و انجام دادن این کار، اول پیج شما آیدیش به اینستاگرام تغییر میکنه و بعدش چنلتون یا همون پیجتون محو میشه از دید مردم. البته وقتی که محو میشه بازم میتونید اطلاعات خودتون رو بدون هیچ کم و کاستی داخل همون اکانت بالا بیارید. یعنی نه فالووری از شما که همیشه، نه فالوورینگی، نه پستی و کلا هر داده‌ای که داخل اینستاگرام دارید. البته خب چند تا نکته در مورد دیاکتیو کردن پیج اینستاگرام وجود داره. یکیش اینه که شما هر هفته فقط یه بار میتونید پیج خودتون رو دیاکتیو کنید و مجددا اون رو فعال کنید، و دومیش هم اینه که پس از هر دیاکتیو کردن پیجتون حداقل 2 ساعت بعدش میتونه فعال بشه. در قدم اول دیاکتیو کردن چنل اینستاگرامتون باید حتما وارد سایت اینستاگرام بشید و اونجا لاگین کنید. داخل بخش اول ایمیل متصل به اکانتی که میخواید دیاکتیو کنید رو میزنید و در بخش دوم پسورد رو میزنید و بعدش هم روی گزینه لاگین کلیک میکنید. بعد از اینکه لاگین کرده روی قسمت پروفایل میزنید و از اونجا ادیت پروفایل رو کلیک میکنید. صفحه رو به پایین میکشید و روی گزینه temporarily disable account کلیک میکنید. از اینجا در قسمت اول از شما دلیل میخواد که حالا ما به نظرمون just need a break به نظرم بهترین گزینه میتونه باشه برای شما، و در قسمت دوم میتونید پسورد خودتون رو وارد کنید تا برای شما گزینه temporarily disable account فعال بشه. روی گزینه temporarily disable account کلیک میکنید و گزینه yes رو میزنید. دیاکتیو کردن اکانت شما با موفقیت انجام شد و بعد از 2 ساعت میتونید دوباره اکانت خودتون رو فعال کنید.